خانم‌ها چی کار میکنن؟ فال زنکی کنن؟ خانم‌ها خب یه رنج سنی خاص بین 35 تا 45. خب خانم‌ها با توجه به تغییرات هورمونی که تو بدنشون دارن یهو پوستشون کیفیت پوست افت میکنه. تو این گروه سنی به من مراجعه زیاد میشه برای اینکه به هر حال کیفیت پوستشون رو بهتر کنن، یه ایراداتی پیدا کرده صورتشون اونا رو رفع کنن. به اضافه اینکه خب ببینین همه چی در حال تغییره. در گذشته مثلا خانم‌ها 20 سالگی ازدواج میکردن، 20 سالگی هم همه جوونن، خوشگلن، با تراوتن، پوستای خوب دارن، موهای پرپشت دارن. ولی الان زندگی شکل دیگری داره. تا فرد میاد تحصیلاتش رو تموم کنه، تا وارد بازار کار بشه، علاوه اقتصادی پایداری پیدا کنه، سن شده 35-40. تازه اون موقع میخواد ممکن دنبال جفت بگرد. تازه اون موقع نگاه میکنه میبینه نه کیفیت پوستش از دست داده، این همه سختی کشیده، درس خونده، ماش ریخته، بیاد که اینا رو جبران کنه. در نتیجه خدمات ما نه تنها تو ایران، تو کل دنیا یهو برای این گروه سنی بولد شده و توجه بهش میشه.